In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 11 English Book, Unit 2, Lesson 2, Part 1, Page 21. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل دوم، درس دوم، بخش اول، صفحه 21 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied two sections. The first section was Introduction to Unit 2 and the second section was Discussion. شاگردای نهایت عزیز، ما و شما در درس گذشته دو بخش آموختیم. اولین بخش معرفی فصل دوم بود و دومین بخش بحث یا گفتگو بود. ما و شما شاگردای نهایت عزیز در درس گذشته در اولین بخش در بخش معرفی فصل دوم خواندیم، یاد گرفتیم، فهمیدیم که ما و شما قرار است که کدام درس ها را، کدام بخش ها را در فصل پیشرو یعنی در فصل دوم بریم و بخوانیم و مطالعه کنیم. واقعا قسمی که ما و شما فهمیدیم، یاد گرفتیم، واقعا فصل دلچسب را ما و شما پیشروی داریم. قرار است بسیار درس های خوب را ما و شما بخوانیم. حتما دیگه غیر از این نمیکنین. درست؟ فصل دوم واقعا فصل دلچسب است. خب در بخش دوم، در بخش discussion یا در بخش بحث، ما شما سوالات بود که ارائه کردیم. من براتون چی کردم؟ راهنمایی کردم، معنا کردم. شما چی کردین؟ دو نفر بحث و گفتگو کردین. خب موارد بود که ما شما در درس گذشته چی کردیم؟ مرور کردیم. بیاین که موارد درس امروزی خودم کوتاه مرور کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we are going to study one section and that section is reading. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است یک بخش را بیاموزیم و بخش خواندن است. واقعا بخش جالب است. ما شما چی را میخوانیم؟ Accidents in the home. یعنی چی؟ یعنی حادثاتی که در خانه رخ میده. کدام حادثات است؟ اگر شما متوجه شده باشین، بحث کلی ما شما در فصل اول در صنف 11 چی بود؟ مکمل روی چی بود؟ روی آتش و آتش سوزی. و فصل دوم هم با چی شروع میشه؟ با همین موضوعات مرتبط به آتش سوزی و حادثه و همین چیزا. خب کارهای خانگی هم انجام دادین دیگه حتما. درست؟ براتون سپرده بودم کارخانگی انجام دادین. کسی اگه انجام نداده دست خدا بلند کنه. میبینم نام خدا کلگی انجام داده. داخل کارهای خانگیتون هم میبینیم. درست؟ قلم، پنسل، کتاب، کتابچه‌تان آماده بیاین بخیر دیگه که درس امروز خود شروع کنیم. Reading، خواندن. Accidents in the home. Accidents in the home یعنی که چی؟ یعنی که حوادث در خانه. کدام حادثات است که در خانه رخ میده؟ بیاین که بخوانیم. آماده هستین شاگردای نهایت عزیز؟ عالی است. بریم بخیر. When most people think of accidents, they think of traffic accidents. However, a large number of accidents happen in the home. دقیقاً شاگردای نهایت عزیز، وقت بیشتر مردم به تصادم فکر میکنند، یعنی اسم از تصادم برده میشه. یک نفر مثلا میگه که تصادم شد. درست؟ کلگی چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که تصادم چی شده؟ تصادم رانندگی. با تصادمات رانندگی همگی فکر میکنه. با این حال تعداد زیاد از تصادمات در خانه رخ میده. دقیقاً که یک فکر اشتباه به اصطلاح که ما شما زمانی که اسم از تصادم یا مثلا حادثه یا مثلا اکسیدنت به گوش ما میرسه، ولی میگیم که حتما موتور تکر کرده. اما یک چیز میرسه، اما این رقم نیست. تعداد زیاد از تصادمات است که در خانه رخ میده. خب چگونه؟ پیش میریم. For instance, in the United States, about 16 million people are hurt every year in their homes. جالب است. به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا سالانه 16 میلیون نفر در خانه های خود آسیب میبینند. یعنی
چی باشه که اونا برن بیرون، در بیرون چی کنن؟ حادثه کنن. مثلا در خانه خود چی میکنن؟ 16 میلیون نفر در خانه خود آسیب میبینه. چی بانه که اونا برن بیرون در رانندگی مثلا چی کنن؟ حادثه کنن و آسیب ببینن. در خانه خود چیشتگی 16 میلیون نفر سالانه آسیب میبینن. خب شاگردان نهایت عزیز دقت کنین، پیش میریم. Some of the most common accidents in the home are falls, burns, scalds, electrocution, suffocation and poisoning. بسیاری از حادثات عام، بسیاری از حادثات معمولی در خانه کدام حادثات است؟ falls یعنی که افتادن. از کجا؟ از راه زینه خدای نخواسته که از پایین مفته، از سر بام خدای نخواسته که از پایین مفته. بخصوص اطفال که میرن به اصطلاح کاغذ پران بازی میکنن یا میرن یک پوقانه رو میخواین که هوا بتن، میرن در سر بام، اینا چی میشه؟ مفتن خدای نخواسته. burns سوختگی یعنی کسی میسوزه. scalds سوختگی در اثر آب گرم یا آب جوش. یعنی ما شما یکی سوختگی داریم، فکر کنین در زمستان نزدیک بخاری میشینی، خوب گرم است، فکرت نیست یک دفعه دستت میچسبه، پایت میچسبه، این چیه؟ سوختگی. باز زمانی که میشه scald یعنی که چی؟ سوختگی در اثر آب گرم یا جوش. در آب گرم و جوش چی میشه؟ آدم میسوزه. electrocution برق گرفتگی. خود از چی است؟ یک اکسیدنت است یا یک چی است؟ یک حادثه است که رخ میده. خدای نخواسته ما شما بسیار حادثات برق گرفتگی هم داریم. suffocation خفک شدن، خفگی، درست؟ یک نفر که خفک میشه دیگه. poisoning مسموم شدن، یعنی کس مسموم میشه. این چی است؟ این مثال های چی است؟ مثال های accidents یا حادثات است. خب ادامه میتیم. دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. Of course the dangers are not the same for every member of the family. دقیقاً شاگردان نهایت عزیز، البته که خطرات برای همه اعضای خانواده یکسان نیست. مثلا کسی که 10 ساله است امو خطر چی کنه؟ تهدیدش کنه. کسی که 20 ساله است امو یک خطر تهدیدش کنه و کسی که مسن هم است چی کنه؟ امو یک خطر تهدیدش کنه. فرق میکنه. دقت کنین. Very young children and people between the age of 60 and above have the most accidents in the home. دقیقاً که اطفال بسیار خردسال و افراد بالای 60 سال بیشترین تصادمات را در خانه دارند. بیشترین حوادث چی میشه؟ بالای اینا رخ میده. یعنی که چی؟ یعنی که ببینین زمانی که یک نفر چی میشه؟ سنش بلند میره، چشمش بیناییش کم میشه. وقتی که پیر شده میره به اصطلاح یا سن که از بلند رفته میره، تکلیف گوش کس پیدا میکنه. همین رقم اطفال که خرد هستن، درست؟ این دو کاتگوری یا این دو دسته چی هستن؟ در معرض حادثات بسیار قرار دارن نسبت به اعضای دیگه فامیل. ادامه میتیم. Also different age groups have different kinds of accidents. همچنین گروه های سنی مختلف دچار انواع تصادمات میشوند. یعنی که چی؟ یعنی که هر کس نظر به سن خود چی است؟ دچار تصادمات میشه. مثلا یک جوان 15 ساله، 18 ساله، 17 ساله چی است؟ مثلا میره فوتبال بازی میکنه، یک حادثه رخ میده، خدای نخواسته چی میشه؟ پایش میشکنه، کسر میکنه. یعنی هر کس چی است؟ انواعش فرق میکنه از هر کس. مثلا یک شخص 60 ساله او خونه میتونه که بره چی کنه؟ فوتبال بازی کنه، درست؟ خب قسم گفتیم شاگردان نهایت عزیز بر هر کس فرق میکنه، درست؟ همین انواعش نظر به هر سن مختلف. ادامه میتیم. Small children are very active and they love experimenting. They put everything into their mouths. So poisoning is a great danger. دقیقاً شاگردان نهایت عزیز، بچه های کوچک یعنی اطفال که چی هستن؟ سنشان خرد هستن، بسیار فعال هستن و چی کنن؟ همین طفلایی که خورده است آزمایش کردن را دوست دارن. یعنی بسیار اونها کنجکاو هستن. یک چیز را در روی زمین میبینن، عاجل رو چی میکنن؟ در دهان خود میکنن باش که چی است؟ همین اطفال کوچک چی است؟ همه چیز را در دهان خود میکنه. بنابراین مسمومیت یک خطر بزرگ است. بر کی؟ بر ازی اطفال. بر اطفال که خرد هستن، کوچک هستن، اونا چی میکنن؟
experimenting یعنی که تجربه کردن و آزمایش کردن همه چیز چی است؟ دوست دارن. شما حتما دیگه در خانه دیدین خواهر کوچکتر، برادر کوچکتر، حتی خواهرزاده و برادرزاده کوچک شما اگر در خانه داشته باشین میبینین که یک زمان که اینا به اصطلاح چارقوک میکنن ببینین که هر چیز دادان خود میکنن، هر چیزه مریض میشن و مسموم میشن. ادامه میدیم. For example, some medicines look like sweets to them so they eat them. دقیقاً به عنوان مثال برخی از داروها است که شبیه چی است؟ شبیه شیرینی است، بنابراین امینا را اطفال میخورن. They play with everything too, including sharp things like scissors and knives. So cats are very common in small children. دقیقاً شاگردان نهایت عزیز، اطفال با همه چیز بازی میکنه، از جمله چیزهای تیز مانند قیچی، چاقو. بنابراین بریدگی در کودکان چی است؟ بسیار رایج است. یعنی خدای نخواسته چی میکنن؟ دست خدا میبرن، پای خدا میبرن. این بسیار معمول است. Most deaths in young children are the result of suffocation. بیشتر مرگ و میر شاگردان نهایت عزیز در کودکان خردسال چی است؟ در نتیجه خفگی است یا در نتیجه خفک شدن است. شما فکرتان بگیرین بچه، در خانه اگر برادرزاده خردتر دارین، برادر خرد دارین، خواهرزاده کوچکتر، نمونین که چی کنه؟ هر چیز دهان خود بگذارن. بخاطر که قسمی که ما شما خواندیم بیشتر مرگ میر اطفال در نتیجه چی است؟ در نتیجه خفک شدن است. They often put plastic bags over their heads. Then they cannot breathe. اطفال کوچک خردسال اغلباً پلاستیک را چی میکنن؟ پلاستیک را روی سر خود میمانن. اگر شما متوجه شده باشین در سر خود کش میکنن. ایره کش کردن اینا نمیتونن دیگه نفس بکشن. پلاستیک هم دیدین شما شاگردان نهایت عزیز، یک رقم تو براتون بگویم فیلم واره است، بیرون دیده نمیتونین درست. ایره در سر خود میکنن، بیرون هم نمیبینن که کی است. ایره کشیده هم نمیتونن، خرد هستن، طفل هستن و همی است که چی میشن؟ یا خفک میشن. خب شاگردان نهایت عزیز، این بود متنی که ما شما خواندیم. که سوال داره میتونین بپرسین، ندارین بریم درس خود جمع بندی کنیم. بفرما خنده بچه ها، سوال داری؟ استاد ریزالت چه معنی میتن؟ بسیار خوب، تشکر. ریزالت خنده بچه ها یعنی که نتیجه. ریزالت یعنی که نتیجه، درست؟ ریزالت نتیجه. بریم به طرف جمع بندی درس امروز خود شاگردان نهایت عزیز. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز یک بخش را خواندیم و او بخش خواندن بود یا ریدینگ. بریم به طرف کارهای خانگی. نوشته کنین homework، کار خانگی. Write 5 sentences for the following words. Write 5 sentences for the following words. برای کلمات ذیل 5 جمله بنویسین. براتون میخوانم، نوت کنین. Active, danger, accidents, scissor, sharp. تکرار میکنم. Active, danger, accidents, scissor, sharp. خب شاگردان نهایت عزیز، این بود درس امروز ما و شما. امیدوار هستم درس امروز یاد گرفته باشین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.